خدا نوح و تمام حیواناتی را که با او در کشتی بودند فراموش نکرده بود. پس بادی بر روی زمین فرستاد و آب رفته رفته پایین می رفت. چشمه‌های عظیم زیر زمین و روزنه‌های آسمان بسته شد و دیگر باران نبارید. آب مرتب از روی زمین کم می شد و بعد از 150 روز فرو نشست. در روز 17 ماه هفتم کشتی بر روی کوههای آرارات نشست. آب تا ماه دهم رفته رفته کم می شد تا اینکه در روز اول ماه دهم قله های کوهها ظاهر شدند. بعد از 40 روز نوح پنجره کشتی را باز کرد و کلاغ سیاهی را بیرون فرستاد. کلاغ سیاه بیرون رفت و دیگر بر نگشت. او همینطور در پرواز بود تا وقتی که آب فرو نشست. پس نوح کبوتری را بیرون فرستاد تا ببیند که آیا آب از روی زمین فرو نشسته است یا خیر. اما کبوتر جایی برای نشستن پیدا نکرد چون آب همه جا را فرا گرفته بود. پس به کشتی برگشت و نوح او را گرفت و در کشتی گذاشت. هفت روز دیگر صبر کرد و دوباره کبوتر را رها کرد. وقت عصر بود که کبوتر در حالی که یک برگ زیتون تازه در منقار داشت به نزد نوح برگشت. نوح فهمید که آب کم شده است. بعد از 7 روز دیگر دوباره کبوتر را بیرون فرستاد. این مرتبه کبوتر به کشتی بر نگشت. وقتی نوح 601 ساله بود، در روز اول ماه اول آب روی زمین خشک شد. پس نوح دریچه کشتی را باز کرد و دید زمین در حال خشک شدن است. در روز 27 ماه دوم زمین کاملا خشک بود. خدا به نوح فرمود: تو و زنت و پسرهایت و عروسهایت از کشتی بیرون بیایید. تمام حیواناتی که نزد تو هستند، تمام پرندگان و چارپایان و خزندگان را هم بیرون بیاور تا در روی زمین پراکنده شوند و به فراوانی بارور و کثیر گردند. پس نوح و زنش و پسرهایش و عروسهایش از کشتی بیرون رفتند. تمام چارپایان، پرندگان و خزندگان هم با جفتهای خود از کشتی خارج شدند. نوح قربانگاهی برای خداوند بنا کرد و از هر پرنده و هر حیوان پاک یکی را به عنوان قربانی سوختنی بر قربانگاه گذرانید. وقتی بوی خوش قربانی به پیشگاه خداوند رسید، خداوند با خود گفت: بعد از این دیگر زمین را به خاطر انسان لعنت نخواهم کرد، زیرا خیال دل انسان حتی از زمان کودکی بد است. دیگر همه حیوانات را هلاک نمی کنم چنان که کردم. تا زمانی که دنیا هست، کشت و زر، سرما و گرما، زمستان و تابستان و روز و شب هم خواهد بود.